دوستای قند و نازنین، خسته نباشین عزیزان دلم. از هر گوشه جهان که مرسل منین، تشکر شما، لطف دارین عزیزای دلم. دوستای قند و نازنین، امروز یک سه مهمان ویژه دارم. صدقه خانم، مادر بهزاد جان، دیگه نرگس خانم، دیگه بسیار زیاد خوش آمدین عزیزای دلم، صفا آوردین. دیگه دوستای نازنین ما حمایت کنین. ما یک ویدیو دیگه می‌ذارم. دیگه یکم نفرا سیل کرده دیگه تازه نواریدی. دیگه در تیک تاک اینستاگرام کنه دارم مطلب تیک مزه فعالیت دارم. تیک تاک تازه میدم. در یوتیوب دیگه چیه در حمایت شما نیازمندیم. دیگه بخونم تو چی گفتنی؟ سلام دوستای گل و نازنین، امید که جور صحتمند و سر حال باشین. دوستای نازنین ما شما را خوش آمد میگم در امروز برنامه عادله جان. دیگه امروز خوشبختانه در برنامه افتتاحیه چینل یوتیوب عادله جان قرار داریم. دیگه که امروز عادله ما رو دعوت کرده افتتاحیه چینل یوتیوب رو گرفته. دیگه ما خیلی خوشحالم از این عادله جان اولا اینکه ما رو دعوت کرده. دوم من به خاطر از خوشحالم که یک دونه همکار جدید پیدا کرد، هم مسلک دیگه نه اینمی علمی مسلک از مصطفی. دیگه ما واقعا دختر خانما که در یک راه پای میله شروع در یک کارونه واقعا خیلی خوشحال میشم، چون اینمی یک راهی است که خیلی از دختر خانما پس سر پای میشه و از جیب اسفات خونان میخوره دیگه نه. تو الحمدلله از اول دفعه دیدی جیب اسفات بود، بازم ما کمتر در جیب تو مرا کمتر تاشو دیگه نه. دیگه دوستای گلم عادله جان صد حمایت کن. دیگه که همه چینل خیلی زود مونتایز نه. این امروز کسا موپیلتر مونتایز افتتاحیه رو مخریم. یک هفته بعد ان شاء الله که موپیلتری مونتایزیشن چه بخوریم که مونتایزیشن چه بخوریم دیگه واقعا خوشحالم که امروز در جمع همکارای عزیز و افتتاحیه چینل یوتیوب است قرار داریم. دیگه آبی بهزاد جانم یک سلام بدی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستای بی نهایت گرامی سلام عرض ادب. خدا کنه که جور و صحتمند و سلامت باشین. از هر گوشه جهان که ما رو بیننده این دیگه با دلخوشی کامل سل کنین دوستان. ما کلگی شما رو دوست داره که شما همیشه ما رو حمایت کردین و همیشه حمایت مونین و تشویق مونین. دیگه امروز ما هم اشمی تقاضا و خواهش مونم که آقای جانم را حمایت کن. عادله آقایم هست از وقت خیلی فعال است. گاه خودگوش من میشناسیم. میتر بسیار خانم قوی، میتر خانم خوش اخلاق. دیگه یک دکان خیلی نورمندن داره، خودگوشون خبر داریم. دیگه امروز ما دعوت کرده یک دونه چینل رو بخیر روی پای کرد که انشاءالله چینلش به زودترین وقت مونیتایز شنه و کمک روی یادش شما دوستا. دیگه وقت نان است دوستا، بعد بعض قصه ها رو باید بخیر بعد از نان مونیم. دیگه نگفتنم نه که میخواد در پالیز ماشته قراره که این بخیر یک چینل افتتاح کنه. انشاءالله شاید از اون شما باشین و کل گیزمون شما این میته خوب قشنگ حمایت کن دوستا. دختر خانوما در حمایت تک تک شما خوار و بیرارو و پدرها نیاز دارن. دیگه شما هستین که ما هستی دوستان. تشکر. دیگه دوستای گلم در ادامه ویدیو همراه از ما باشین که عادله جان یک نوربند برنامه رو امروز مد نظر گرفته. رقم از خود خیلی میتونه برنامه تشکر خوش اخلاق. دیگه در ادامه ویدیو همراه از ما باشین. نازنین که برنامه عادله رو تا آخر ببینید باشین. خب این نان رو بخوری میگم نان در کل یوتیوبرها بیچاره کسا نانش نیمیه خوردن شدهشن. بخاطر که ولی دوستای احترام داره، همیشه دوست داره که دیگه چی عروسی رفتی، چی مهمانی رفتی، چی تفریح رفتی، خوب و بد و خدا بد رو دور کنه. دقیقاً. خوشی خورا قدرشون شریک کنی. دیگه امروز هم خیلی خوشحال هستی که دور هم جمعی. دیگه مادر از پشت صحنه همی بیچاره گوش نشده. بعد از اون قصه‌شون قصه مونی و نقل مونی دیگه. تا آخر ویدیو را باشین تا اونان خنفته شما لایک و کامنت کنین دوستان. دقیقاً. خب بیننده های عزیز، امروز که در جریان برنامه دیگه شما سیل کردین. ما هم نان را خوردی، بسیار یک پلیتر خوشمزه بود. این همینجا در هتل یادگار هستیم. دیگه دست عادله آقای ما درد نکنه از مهمان نوازیشی، از نان قشنگشی که امروز با لیزمو اینجا آورد و خیلی خدمت کرد. تشکر. دیگه نالی رسیده لحظه کیک قطع کردم که به مناسبت چینل نام عادله آقای کیک را قاش کنیم و دام رو شیرین کنیم. دیگه انشالله که شاید ازی باشیم که دو سه هفته پاس البته خدا انشالله که از یک ماه بیشتر تو مونیتایزشنی. دیگه شاید ازی باشیم که بریم در جشن مونیتایزشی.
دیگه باش دیگه خارج خود میگه. تشکر آقای جان قند که همدین دعوت از ما پذیراشتین. دیگه بسیار خوشم دین صفا آوردین دیگه. چی باعث شد که یک تر شوق چینل به سر زد؟ جگر آقای خیلی بود که ما تیک تاک و اینستاگرام 2 سال میشه که استفاده نه. خب آره در فیسبوک هم فعالیت دارم، دکانم دارم. دیگه لباس های هزارگی سودانم. دیگه باز خطر نفرام فقط که یوتیوب هم چلانن، چه یوتیوب هم چلانن ما خیلی پیش کنم. شمارم تا ندیدم. یوتیوب هم داشتم. بیزم که در مجازی است دیگه. آره فعالیت در تیک تاک کنی، در اینستاگرام کنی، در فیسبوک کنی. بالخیر دم زی یوتیوب شم کنی. دیگه گفتم بیشت امزین پس ننو قدر شما دوست رفیق باشم. دیگه سخن بلیم کار وقتی رفتت پرم زیرم بیستونم. از کار خوب بده، بسیار کار خوب بده. مثلا که تو ویدیوهای از مرسلمونی نه؟ چی حسی داری درباره ویدیوهای از مو، درباره خودگون از مو؟ علایت نظر خود از ما کسا کار کسا زنیمت نداره نه؟ آفرین در شجاعت چیم، آفرین در غیرت چیم که زحمت میکشین، تلاش منین زندگی خوب که امیتا چیز چیم در جبی خوش مسته امی خیلی افتخاره نه؟ لازم در چیز باید چیز پیشمرد که دراز کنی که بیدی دیگه می خوبه که چیز دادن در جب خود نمک کم کلومه. تشکر. خیلی آکی هسته نه؟ من میگه پول یوتیوب کسته حرامه. تو بلده دوستا موشه که بودی امی که زحمت ها تو سیمونی امیانی که یک برنامه رو موز حالی چاشته بار جمشتی نگرشتی امروز نه؟ آره. به نظر تو چی رفتم؟ حرام یا حلاله؟ حلالش حلال تره. یعنی مردم از ما بعضیش خیلی فکرش نیتر کوتاه نه؟ اینا تو که دکانداری میام زحمت را نشی اینا لینی چوب که زیده این زحمت جدا داره. به نظر بیشتر داره کمتر نداره؟ چی رفتم دیگه؟ نه اینا کار است که بی زحمت نیه نه؟ هر کار زحمت داره. دیگه هر کس هم کسی رزق روزی خود مخوره نه؟ باید کسی هر کسی که گپای منفی میزنه اصلا نزنه. آن باید کوشش کنه که حمایت کنه دیگه خود. آلسه ما خود یک دکان داریم. ما رو یک دیر پورنم از دکان خود. شاید خاصیت طبیعت نمی باشه. پورنم از دکان خود مثلا لباس تعارف نم ما کار خود پیش میبرم. مشتری اجازه نم کار پیش میبرم. مردم در کمی نمیده خم شدن میگه. کسی که شخصیت داشت میگه که شخصیت میزنه. کسی به شخصیت نه مو میتر رو بروی ما گفته خب نمی خدا الله شکایت گفته نه دور جان خوبه امی رو بروی گفته اشته مثلا امزی دوستای خودگون ما امزی آذری خودگون ما امزی افغانستان خودگون ما که مثلا میگه که اون نان رو که شما بخورین بلا برو چطور چیکار رو بخورین به خاطر از اینکه او حرامه که ما گفتم چرا حرامه کدام بیبی بوده نه؟ کدام بیبی بوده که دکاری خو قلبی بسته مبتده؟ حضرت فاطمه زهرا. آره که ما رو گرد دیره مردم. یادم این نان، این شیر مادر یه حلال تره در نظر از ما نه؟ خاطر از اینکه گفته از او دوست از ما که ما را مور کم گفت که مو ددان ریزم هسته، کچم هسته، پیر جوه. نه؟ کس از مثلا شخصیت واقعی از مو گب نمیزنم. من از دیدگاه یک چیز دیگه که میگرنم من مورم گب میزنم نه؟ خب بابی بسات آقای آدم گفته مردم که مثلا مردم گینا میزنن و جنگل ترخوش کنن آره بین آدم هم کس آدم ها رقم آدم های خوب هم دیدیم خدا را شکر آدم های دیدیم که هر کس دم اندازه تفکر دم اندازه اندیشه کس فکر منه از ما اما فکر که داره باز نظر دم تو کس یک نظریه یک قبر میگه دیگه نه دیگه مو هیچگاه نباید دوره حرف مردم کنیم دیگه خدا را شکر که ما می دوستار داریم می دوستا مرجانانه حمایت منه یعنی می خود دوستا مثلا نمی مو ار ویدیو که میدیم کنه مو قدر سیل میشه مو اونم نفر در دنیا هست که مو خوش داره دیگه نه این یعنی مثلا مو هیچ کاری بد نکردیم نه مو زحمت میکشیم یک کاری روزانه یک ویلاگ میگیریم اون در چنل یوتیوب میذاریم اون موضوع خرج اولاد رو برونیم اولاد از ما کس از اون در جیس در پیش یک کس ناکس دراز میریم مو جیس را ارزو کار خم زو هنر خاص مو نان میخوریم دیگه هیچ کاری در این جنیه برای زنک مثلا زنا برو کار کنه دیگه چیز کار است چیز امیالا که دیگه آدم باید گپ بزنه خیلی فقر شده بعضی دخترها که در دست کارهای خراب دست میزنه کارهای بد دست میزنه کمک مالی نه از طرف برار میشه نه از طرف پدر میشه نه از طرف مثلا فامیل نمیشه او مجبوره که بوره کارهای خراب خدای نخواسته دوره جان دیگه خیلی آن کم سرنوشت چی ما میشنوم میگنم شده نه از نظر از ما که اور کمید نکنم امی شجاعانه و قوی این میتپایم
دیگه یک دونه چینل رو دین در برابر خواستن توانستن دوستای عزیز هر کس که اینالی گفته چیز که ما مدت 3 سال میشه یوتیوب زدم نه تاقه ما خیلی تلخیشم تر کدم سختیشم تر کدم اینا تو خود تازه چینل زدیم چقدر سختی داره دقیقاً باید آدم روش کار داشته شه این می نان حلاله اینا نما غیجان دیگه از سنیم قبل چینل تو را تبلیغ میگیم تشکر عزیز دلخواه یک گفتنی های دیگه ما بخش مشتریات رو بخش همزی دوستا قوما که آزاد کشی جهان مرسل مونه ما درو ما خود باید کسان یک دکان داریم بله باید هم قصف ندیدم خیلی روزای سخت رو ما تلتم پیش دیگه را کوکی کرایی دم سر از مجیق شوش داد و بیداد شده اگه یک نگین ریختن مداو کریشته یک شکم کچکیل کوکشتن مداو کریشته ما روزای سخت خیلی تلکیده ما ایمیان سختی ها رو تلکتم شکر خدا 2 سال میشه که من تکان برم سر تکان خود خیم ایمیان دیتونخ میگیم از پیشم گفتم در آیندم میگیم هر زنی که تلاش کرد زحمت کشید باید وقل بندی خدا کار کسا زن مرد نداره کوکین چادر کوکین بریم دکان از ما تبلیغات میخشیم سودانم کالا کوکین بریم ما تبلیغات میخشیم سودانم دیست دیگه خیلی بگیری یا دیگه خیلی درک کنی بلام خاطر مصروف کنی نه ابی خاطر که کار نظافت نه باید مسودات نیش مود نیاز داشتید باید بخیر کس نمیگه شما سیل خردین دیست دیگه خیلی بگیرین امی که بندی خدا دیست زن گفتش نه موش دیست گرفتش نی نه گفتش کسا زندگی خیلی میتر زحمت بکشی تلاش کنی کار کنی خدا چه خبر افغانستان پاکستان وضعیت اقتصادی خرابه خیلی خراب آره اگه کلکیم تلاش نکنی که نمیشم دیگه این ما زیرو زن میگیم آینده میگیم این دکان از ما نگین دکان عدلیه دکان خوش ما زحمت بکشین تلاش کن کار کن برین از یکی دیگه پرکدن از ما با خدا یک چیز نمیشه ما روزمات باقی ما آره از زحمت از او یک چیز نمیشه تولد روز فرهنگ آزادی راستا دوستا خبر داره که بیسات خیلی شوقیه در کل هر کسی شوق خاص داره دیگه نه از ما نه این که ما لباس آزادی نداشتم یا مثلا چیز 2-3 روز پیش خیلی ناجور بودم آره ناجور بودم باز امو روز من دکان که دونه لباس آزادی از دکان تو بیرون بس تو نبودی 4 سال ما دیگه ری امون روز پیش یک دونه دکاندار که ما رو می نخشید خوب اینقدر ما بلدیم یک دونه کالا زاریدم تو خیر امیر تو ما رو بدی ما امیر کرایی موقع امور نداد ولی عادلت هست آقای خدایشی جرأت دیره حتی فرفتان رویم در زمین آقای ترسته نه این نه که ما در زبان بیرون در رو بیرون نه نمزی روز فرهنگ گذاره خود مامون نرفتادم شرکت نکردم چون دکان زیاد کار داشتم خدا شاید که ما بالا 20-25 جور کالا نفرام از ما برده کسایی که دیشته از خاطر که کالا خیر شما بیتیاتی نبینید امزا 1500 کرایه کشتم کسایی که نداشتم امو دیدم این می دکان از ما نگن دکانات لیا این می کسا مشکلات های هر کس که مفهوم مشکلات هم رفت میشه این می دکان کسا فیتای سرشیب دقیقاً عادله جور باشه دیگه همه یک گبی خیلی قشنگ را عادله جان گفته آبی بهزاد جانم گفت میگه که همه پیسه یوتیوب حرامه دیگه نه ما اصلا همچین فکری ندارم پیسه یوتیوب خیلی حلاله به خاطر از این حلاله دوستای گولم که خیلی نه مؤمن گردن دیگه نه زحمتی در یک طرف اینا خیلی از خانواده ها از طریق نوزی چنل یوتیوب من مخابی بساد از طریق چنل یوتیوب خیلی از کسا ما را امیر ویدیو تبلیغاتی میگیره ویدیو کمک رسانی میگیره چقدر مردم امیر بندا مکتبا آفرین مریضا چقدر تدایم از خیر میشه مثلا امی جاغوری از موشمو از طریق همزی چنل یوتیوب بود نبود که به این همه آبادی رسیده اینا خیلی از مکتبا از طریق چنل یوتیوب جور شده خیلی از خانواده های فقیر از طریق چنل یوتیوب نان مخرج خیلی از مریضا از طریق چنل یوتیوب کسا تداوی شده نه دیگه اینا خیلی از خانواده های فقیر از همزی چنل یوتیوب نان مخرج چرا پیسه از حرام باشه پیسه از حلالتر از هر چیز است دوستای گلم ما خود این زنی کنیم دیگه نه اون که گام کسا دمگه حرامه خوش اگر فکر گندشه پیش از خود خودش داشته که ما نمیفهمیم دیگه هر کس ما داشته ما کسی میگه خودش یک روپیه ایدت نداره خدا نه تشتاز همه مردم رقم خو ام منفی فکر زیاده ام کسا مثبت فکر زیاده ما خدا شاید هم چیز نشنه نه ما یک دکانداریم به خدا کوشش میکنیم که ضرر میده یک مشچن نه سود ما خانه خو 10 بجه ما ماییم شو کسا 8 بجه شو خنیک مورم شام تا نصف شورم قد مشتری گپ میزنم
صبح بخاطر کم نوقت میم که کسبک نماز میخوانم تا کم نوقت خواهیم نه از اون میم مثلا کام اوش کوش مثلا کار منه این طبیعت ما که دیدی سلام دوستای عزیز چطور هستین خوبین جورین نه دبرم مرم این سی با 4 سال من کسا امی بهتر بیاید به نزاکت به خدا یک کارای مونه دخترها تو کسو تیرتره وقتی شام سو میم من موتور یک گلت دختر سوره سر خیلی قدیم من موتور بودن سلام دوستای عزیز مار مگه سلام نام خدا آره ما میگم ما سلام نام خدا ما که سلامونم تبلیغات من روزانه کار پیش میبرم یکی شما این قصد که به تربیه این به تربیه که بل رجا هر جای نشان میدین این شخصیت خودشون هیچ قصهش نشد دیلا جان آقای ما منمورا اونا خوشمه خوشمه اونا ما هم در تو سلام میگن تو تا یک چیز مثبت ما اتقسش نیم وقتا نه اوش کوشم سن کار ما سن زندگی ما روزگار ما تقام هیچ کس نیم روزهای بعد را که ترکدم این مالی این مال تلاش نم این مال فقط تلاش نم زندگی فقط کار می تلاش می‌کنم که باید ما تلاش کنم جسم پیش کس را داشته جسم به جیب خودم باشه دیگه این تقام هیچ کس نیم نه دیگه ان شاء الله که همه را خداوند کامیاب کنه ما شما را دنیایشی ان شاء الله که نمیم روز چینل خرا که افتتاح منی گفته آبی بهزاد که مو با زودترین فرصت یعنی رقم جمع باشد و مو که مونتایزیشن چه بخوری دیگه که با حمایت و یاری دوستای عزیز دیگه اول با یاری خداوند دوم با حمایت دوستای گلم دیگه که مو واقعا در حمایت شما نازنینان نیاز دارم دیگه اینا دوستای عزیز باشه اینجا ما یکم ذره تاس خوردم که عادل چه وقت من پرخ راز نمیگریشن پیچاگا نه پرخ باید کشتاش نه دیگه کشتاش نه که من هم شرم دیگه نه که بسا علی آره دوستای عزیز کسایی که سایل نگده برین در چینل از ما سایل کنید که ما سر عادل جان یک کامرا مخفی رفته مسئله دیگه من میگم ریزه شد که عادل جا تصمیم چینل تو بگیرید شاگرد بودم دادگاه کنه کار کرایه میگردم سه ساعت طور میشدم سایت کار مارکت دی شاگرد از ما بود ساعتش دادم گفت شاگرد از ما بود ما گفتم اگر شاگرد خیرت داشت که یک کارمونه که شاگردی بوش نه اگر به غیرت بود کن به غیرت دیگه حالا ما چیش تو کامل مخفی رفته پرش مثلا باید پرش بسیم دیگه به غیرتی نکنم دیگه توی دیگه خبر آمد کامل مخفی رفتی لازم باید خبر جان گاتای داشت قسم آدم تو قسم کن کسا دیگه آقای سبو جان اگر راتای داشت رو پرسان نه خدا سای جکم ذره دیگه جان از من در خطر افتاده دیگه شما در انتظار باشید که چی وقتا دیگه بیچاره سیدخم مورد شکار کمره قرار میگیره دیگه نه عادل جان که گرام کات کو دیگه هم خوشیرین بینیم که ان شاء الله دیگه تا همیشه بدنی بگیرین آره امید دیگه هرچی موفقیت بیشتر ان شاء الله که چینل تر به زودترین فرصت کسب مونتایزیشن دیگه بسیار عالی دیگه دوستای عزیز امیدوارم که از گپای از ما شما خفن نشتشین دیق نشتشین خیر آدم خدایی که قصه نتر دل نه نه آره اوز خانواده می خانواده می خوش قصه قصه کنی دقیقاً نه دوستا واقعا همینطور باشه در موضوع خانواده میشه دیگه نه آره دیگه خارف خب یک مطلب خب انشاءالله کام همیشه میتو شیرین باشه و شنگی چینل رو چون بیچشی افتخاری مبلغ دیگه یعنی تا قصه بود یک لحظه قصه کدیم نقل کدیم درد دل کدیم قنجقشون دیگه هزار چیز ماستکانداری تو کس از چینل تو دیگه ما هم تازم تجربه زیاد ها بودم ما این تجربه تلخ داریم سخت داریم خدا دیگه نیره انشالله میشه کلی موفق تا سختیر نگدیم در خوبیش نمیرسیم دقیقاً دیگه تا که خونجگری و گبر نشیندیم آدم پخته نموشه آدم از گبای تلخ و تندی بعضیا از تحقیر بعضیا آدم خیلی پخته میشه و خیلی دست میشه خب بابا بهزاد آقا یک مسئله است میگه هر روز بعد از خود خیلی شب تاریک داره هر شب تاریک بعد از خود خیلی روشنی داره دیگه چرخ زمان نمیرفتم در چرخیشه دیگه ما واقعا خوشحال هستم که عادل جان گرچه نزدیکش بوده در بین سوشال میدیا بوده دیگه اینا در یوتیوب کسا جدیدن هم ده خوشحال شدم که یک دونه همکار یک دونه هم مسلک با خاطر دیگه ان شاء الله که موفق باشد
خدا همه گیر موفق کنه مورم جمعیش دیگه اره لطف دارم خدا رو شکر که شما در کنار دارم نه مجبور باشید باعث افتخار مید اگر دیگران چیز ما کار ندارم با دیگران نه ما در نظر خودت من ارزم که زحمت کشید تلاش کرد نه جور بازوی بخشید آفرین جور نه بازو آدم ما خودم عادله جان همیشه میگم نه ام در قصه حرفای مردم نباشید ما خودم موضوع خودم تمید دم رمز حرف یک نفر که میکس که من حرف بعد گفتم من راحتشم که حرف خوب گفتم بودم جهانی سپاس تشکر است دیگه نه خیلی دیگه هیچ دقیقه شد نشد آدم سرش به کار از خود چه باشه آدم کار از خود کنی کار از خود پیش ببری دیگه هیچ قصه دیگه را نشید ما داریم دوستان عرف پیش رفتن دیگه آفرین دیگه دقیقه حرفای کسی نشید دیگه نه آبی بساد آقای هم چونه دیگه سر بوده کار از خود باید باشه من کار خود پیش ببین دیگه را بلگوی ما فقط در حمایت دوستانه هستیم فقط در حمایت میزی نازل من نیاز داریم که ما شما حمایت کنیم دیگه ما خیلی دیگه اشوب خوشحال میشیم بله دقیقا دوستا دیگه ویدیوشون طولانی ویدیو طولانی میشه دیگه نه؟ آره دیگه از این بیشتر مزاحم اوقاتشون نموشی انشالله کمی ویدیو از مورد دوستا هر چقدر بسیل منین اونو قدر لایک کن کامنت کن سابسکرایب کن دقیقاً دوستای عزیز اگر احتمال چسته بخشید دوستای هم شیر کنید که سابسکرایبری عادله جان بال بره پورش نه اره که مو نمیده مو و بزاد به تاپ دیگه می مونیتایز شیک مونیتایز اره دوستای عزیز دیگه شما را تا ویدیوی بعد تا دور همی بعد خدای پاک به نیاز میسپارم خدا یار نگهدارشون دیگه خداحافظ